با سلام خانم های عزیز، درس امروز در مورد مادر هست. میم غیر آخر، میم آخر. امروز میخوایم طرز نوشتن میم رو یاد بگیریم. ما در صفحه بعد طرز نوشتن میم رو به شما آموزش میدیم. میم میم بزرگ، میم کوچک، موشک. Fire! ماهی، ماشین، مورچه، میم مثل مار. کله مار رو میبینین خانما؟ اینه میم گرده. میم مثل مار. یا مثل شترمرغ، تمساح. تمساح م وسط داره. شترمرغ هم میشه بگیم م اوله هم وسط قرار گرفته، وسط جمله.